برنامه رو خودم شروع میکنم، چون که دوتا موجی داریم، یکی از یکی بیشتر زیر صفر. و هر کدوم اینا بگم بحث و باز کن پشیمون میشم. نمیدونن که استراتژی خوردنیه یا پوشیدنی. شاید دوتایی با هم بتونن یه کارایی بکنن، چون که تا آدم بخواد از دست یکیشون کلافه بشه یادش بیفته که از این داغونترم یکی هست. خلاصه همدیگه رو تکمیل میکنن، مثل 2000 پا که وقتی همدیگه رو بغل بکنن میشه یه زیپ کامل. وارد بحث میشیم، بحث آشتی سران سه قوه. امیدوارم که این بحث ما تکراری نباشد، شما خسته نشوید، نگید بابا ولمون کنید. ما می‌خوایم امشب بگیم که چیکارا کردیم و چیکارا می‌خوایم بکنیم. آخرین اتفاقاتی که تو این حوزه افتاده 30514 که خدمت شما هستیم، مخلصتون و منتظر شما. آره تو همینجوری منتظر بمون تا من بحث رو باز کنم. مشکل کمی بیخ داره. تو نظام الهی ما من از اولش مخالف بودم که مقام عظما از این افعای استقلال قوا و رأی و رأی کشی و از این حرفا بیاد. کلا روشنه که به مزاجشون نمیسازه. میشه حکایت همونی که میخواست افه بیاد، عینکشو گرفت دور دسته چرخون، بعد که زد به چشش سرش گیج رفت خورد زمین. به هر حال من گفتم ولی گوش نکردن. حالا هر چی که سیریش میزنیم دیگه نمیچسبه. سربسته داشته باشید، همینقدر بسل. بروز من سوال کنم یا گزارش بخوای بخش کنم؟ مگه این سابقه برنامه است؟ من نشستم اینجا تو از این سوال میکنی؟ خجالت بکشید باشن. من عذرخواهی میکنم. بالاخره خیلی خوشحال بودم زنگ زدم. عذرخواهیت با تک ماده قبوله. اون خنده کرکره دیگه چیه؟ خیلی معطری دم بادم میشینی، آدم قیافتو که ببینه باید بره کفاره بده. حالا لبخندم میزنی، فکر کن کینگ کنگ تو روی آدم بخنده. شب به خواب آدمیزاد بیاد، آدم صبح دیگه از خواب بیدار نمیشه. عکس برگردون اسرائیل. تو اسم چی بود؟ بهزور بودی؟ چی بودی اون وسطا؟ ها تو چرا رنگت پریده؟ من دارم اینو دعوا میکنم آخه. تو رو که اصلا قابل نمیتونم که سر داد بکشم. بدبخت بیچاره. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهموده یکی رفت در یخچالو باز کرد، دید ژله داره میلرزه، گفتش نترس بابا اومدم خیار بخورم. منظورم از خیار تو بودی یا کلی بهت امتیاز دادم. به هر حال باید تلاش بکنیم که یه چیزایی رو به شما دوتا حالی بکنیم دیگه. پس امسال همغم شما همین هست، آموزش و اصلاح. خیلی برای خودت بالا بستی. من یه سال وقتمو بذارم برای یاد دادن به تو؟ مگه علف خرسه؟ تازه گیرم من بذارم. تو با یه سال مثلا چی حالیت میشه؟ تو میدونی چقدر باید بدوی تا شاگرد آخر کلاس آخر من بشی؟ نمیدونم زیر 50 کیلومتر بالای 50 کیلومتر فرق نمیکنه. مهم اینه که هر چی بدوی نمیرسی. حالا یه سوال درستایی بکنیم ببینم. خب پیامک‌ها همچنان داره میرسه. سن شرکت در انتخابات مرحله دوم رو پرسیدن که تمامی کسانی که 15 اردیبهشت 1373 به بعد 18 سال تمام دارن میتوانن که در انتخابات دور دوم شرکت بکنن. تعدادی از همین عزیزان سال 73 بله 12 اسفند نمیتونستن در دور اول شرکت بکنن، ولی 15 اردیبهشت 18 سالشون تمام میشه. از قدیم گفتم به مرده که رو بدی میگه کفن من باید آدیداس باشه. من به تو گفتم سوال بخون، جوابش هم خودت میدی. شعورت نمیرسه که جوابو من این وسط باید بدم. یه سوال بکن ببینم. برای حالا چون بحث انتخابات هم شد من بپرسم که تمهیداتی رو دارید شما با اجازه شما ما برای روز جمعه ان شاء الله؟ بله دو مورده. یکی اینه که برو بچ دارن دستا رو گرم میکنن برای رای نویسی گسترده، چون بحث پر نزدن مگس تو حوزه انتخابیه تو دور دوم از دور اول بدتره. خیلی بحث مهمه. خب مورد دوم، در مورد دوم من باید بگم که باید مواظب باشید که آبروریزی دور دوم از دور اول یهو بیشتر نشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه داشت دنده عقب با ماشین از گردنه میرفت بالا. بعد بهش گفتن چرا دنده عقب میری تو گردنه به این سختی؟ گفت آخه میترسم برسم اون بالا جا نباشه دور بزنم. گفتم باری کلا چقدر خوب فکر کردی. بعد چند وقت دیدن که داره دنده عقب میاد پایین دوباره. گفتن الان چرا دنده عقب میاد پایین؟ گفت هیچی، رفتم اون بالا دیدم جا هست دور زدم. بحث عوض کن ببینم چه کار میکنی. بروز من یه مورد بگم خیلی کوتاه میگم. آقا ما تو همین اتوبان حقانی میرفتیم نرسیده مؤسسه اطلاعات، خیلی هم ترافیک بود. من وایساده بودم که خب ترافیک روون شو بریم، دیدیم دوستی اومد و فکر کنم از این همکارانی هم بودن که مسافری منو برمی بردن. بعد یه دفعه انداخت تو پیاده رو. من گفتم میخواد چیکار کنه؟ باور کن تمام مسیر رو رفت و از یه پیاده روی دیگه خارج شد. تو هم با این زیرابی رفتنت خوب شد سفیر نظام تو برزیل نشدی.
ولش کنی بابا، از شما بحث درست حسابی در نمیاد. خودم یه بحث در مورد حال و روز استراتژیکی مقام عضو باز میکنم اینجا. ببین کوتاه اگه بگید ممنون میشم. تو هم از مجریری فقط افه کوتاه کنش رو یاد گرفتی، دیگه هیچی نبودی وسط یاد بگیری. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر از کتاب بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن ادای بچه کوچولو در بیار، رفت لباسش رو کثیف کرد. من چیکار کنم که شما شعورتون نمیرسه که وضعیت داغون مقام عضو یعنی وضع همه تو نظام پتال میشه ها، حالیتون نیست. فهمیدی یا نه؟ هواپیمایی داشت سقوط میکرد، همه داشتن جیغ میزدن و میترسیدن، جز یه شوتی که او آخر با خیال راحت نشسته بود. ازش پرسیدن تو چرا ساکتی؟ گفتش که هواپیما که مال بابام نیست، بذار سقوط کنه. پیامکی اومده که نه نمیخواد ولش کن بابا، تا بیشتر خراب نکردی. بحث مذاکرات بغداد موند، بحث اون توپوزی سنگین و مستمر اخیری که مقام عضو تو عراق خوردن رو دارن میخورن موند، که البته به هر حال نمیتونستیم واردش بشیم. بحثای دیگه هم موند ولی بمونه بهتره تا با شما دوتا شوت مشنگ باز بشه.